به ماشین‌هایی که برای رفت آمد رئیس جمهور آمریکا استفاده میشه میگن هیولا. روی سقفشون چند تا آنتن مخفی وجود داره که همه سیگنال‌های اطراف رو مسدود میکنه. اینطوری هیچکس نمیتونه بمبی رو توی اون منطقه منفجر کنه. کنار این هیولا یه لیموزین مشابه هم حرکت میکنه تا کسی نتونه بفهمه رئیس جمهور توی کدوم ماشین قرار داره. پشت این دو ماشین دو تا ماشین دیگه هم هست که بادیگاردای بیرحم و بی‌نقص توشون نشستن. بعدش هم یه تیم ضربت وجود داره که با پیشرفته‌ترین سلاح‌های دنیا تجهیز شدن. این افراد بهترینای سرویس امنیتی کشور هستند. تازه به جز این یه ماشین دیگه هم برای پشتیبانی وجود داره که کادر مراقبتی رئیس جمهور هم توش قرار داره. داخل ماشین مقداری خون رئیس جمهور هم هست تا اگه شرایطی پیش اومد بتونن تزریق کنن. سیستم پرتاب گاز اشک‌آور هم داره و شیشه‌هاش ضد گلوله است. شاتگان و کلی امکانات دیگه هم داره. حالا با این همه محافظت آیا واقعاً چیزی هست که بتونه جلوی این تیم فوق‌العاده و این ماشینای افسانه‌ای رو بگیره؟